انحرافات اخلاقی. مواردی که انحرافات اعتقادی در آن باشد، با مرور زمان به انحرافات اخلاقی نیز کشیده می شود. این مسئله در باند ابطحی به صورت گسترده به وجود آمد و اکثر اعضای اصلی به این مشکل گرفتار شدند که با توجه به حساسیت موضوع به صورت کاملا گذرا بدان اشاره می شود. اما برای روشن شدن ابعاد انحراف چاره‌ای از اشاره به آنها نیست. در این قبیل انحرافات خانم‌ها به دلیل روحیات حساس و عاطفی به سادگی فریب افراد را می‌خورند. متاسفانه این مسئله سبب گشت تا آقای ابطحی و شاگردان وی دچار لغزش شده و مشکلات عدیده‌ای برای خانواده‌ها به وجود آورند و با دستور طلاق گرفتن زنان بعضاً آنها را صیغه خود نمایند و یا حتی در مواردی با زنان شوهردار ارتباط داشته باشند. در اینجا به قسمتی از اعترافات ابطحی اشاره می شود. SMS هایی که برای فاطمه می فرستادید به ویژه در شبها در چه راستایی بوده است؟ من بسیار کار بدی کردم و انشاءالله تکرار نخواهد شد. آیا قبول دارید حضور فاطمه در اتاق خصوصی شما به هر قصدی اشتباه می باشد؟ بسم تعالی قطعا اشتباه بوده است. چرا فاطمه برخی موارد تلاش می کرد به دور از چشم شوهرش نزد شما بیاید؟ بسم تعالی اینها که می‌فرمایید غلط محض و اشتباه محض و خطا از ناحیه من بوده و از خدا طلب عفو می‌کنم. در اینجا از افشای متن SMS های ارسالی توسط پیرمردی 70 و چند ساله به خانم شوهردار خودداری می‌کنیم. اما توجه به این مسئله لازم است که یکی از دخترکان مرید همزمان با ابطحی و نوه او ارتباط مشکوک داشته که از ذکر جزئیات آن نیز خودداری می‌کنیم.